السلام علیکم دوستان عزیز، با شما بلیط های ارزان در کار باشد. با واتساپ آویاکاسه شاهنازه زنگ بزنید. بلیط های ارزان و باورناک است. زمان خیر. خرید تازه خیر. سازی مردم. یا چیرامی سرم ویران شده یک سوال دارم. کدام سوال؟ من تا چیستان میگم. چی چیستان میگی؟ چیستان زور میدارم. چیستانای با معنی نداری خیلی بگو. اینه گفته زاکو این رومال سرت سفید چه خیلی رنگه؟ رومالی سرم سفید چه خیلی رنگه؟ سرخ. نیفتی. سفیده دیدی؟ اینا درخت ریشه کن کدام نه درخت ریشه کن ریشش کدی میکنی میپرده گو درخت اما با کوق میشه بسازه نیفتی امی سوالای بی‌معنی تو نموندی مردک نیفتی و خیافتی خیلی نیفتم نیفتی با چی؟ اینا من راه داریم چند کیلومتر راه نیفتی و نیفتی چون میکنی گام میزنی او خود چه کدی آش کدگی مردک خیلی زوره دست پنجت زوره آش کدی اینا آش دادرش برنجه یا آنم برنج داره یا نه آخی آش به برنج میشیده با مردک نیفتی سوالای به معنی میتیده نیفتی یه زمان جو حتی فهمیدم که خرسندی تا 5 بار سبشنی نویستی 5 بار دیگه زنگ زدی تینجی بود تینجی نیست مردک پگه چی روزه؟ یادت نیست؟ پگه هم روزه چوا؟ پگه من میدونم چی روزه شاو نیسته پگه یک شنبه یا اینا خیلی روز یک شنبه کدام روزه؟ تو سوال نچستم روز یک شنبه بزرگ نیفتی روز یک شنبه میشه روزی درجه نیمه میشه گالو روزی درجه نیمه ما پگه زود روز دارم تو پگه درجه زود روز با همین سالمایا دو رفت میزنه چیزی بگویی من تو توفه میکنم فهمیدی همین چیزی بگویی همین چی آزم دل چی میخواه تو بگو من هوای میخرم یورو میخری مردک بدرکم میکنیم توفه میکنیم این خیلی زنک ده چی توفه نمیکنی رفیق زنک چی دل چی میکنه تیس از گازان که مرا با جون کو فرو کنم نگاه که مردک آلی آش میخری با میری مردک چی ما ایروز هم آش کردم پگرم آش میکنم نصیب باشم هوای گرم کدته میشه پگه اوچم شون میام با نگاه که مردک جون خوب چی میخوام چی آرزو دارم که تو مدد دادی رجینیم پدرکت توفه کنی توفه خوب تیسی امی پوچ سروسی من نکوخی من خشلو کده فهمونم که بفهمی تو امی پوچه ما دبولوش مانوما امی بجقم ای 40 50 60 120 ای رو 120 برا مردک جان یافتم زنک چی مردک جان میگیرم تا میگیری مردک چی میگیری مردک جان که فهمیدی من چی میخوام فهمیدم چی کلا میفهمی چی مردک جان ترازو آدم اومد بلندتر دودر چی گریه کدستی؟ چی گریه داری دودر جان؟ چو کده؟ آخینم سر آدم دستم داده گفت که بره نام بیاره گفت رفتم گفتم که بره نام بیاره گفت رفت آمدم پلاگون کردم دستم داشته ما کدی دودر رو برای همین گریه کدستی ها؟ برای دستم گیره کدسته نشوید گیره نکنید نیم برم شاید تو برای ایلا تو داشو ایلا دست رحمت اکی دست ما گیره نوید نو خره دست ما گیره گیره لکن رحمت اپا گیره نکنی معلش رفتی رحمت اپا یکا میدونی چی؟ اینا دستم داده حاج ما میریم خطی دادرم نون میگیریم خونه میبریم دست ما بگیره بره خونه بره اکا رحمت اکا اپا رحمت او با راه پلیش هم نمیتیه گنجشکا که جو که روی سنگم هر لحظه با سایه غم در جنگم مردک جان سلفی
تو فقط همین چی داد؟ همین ما صحنه‌ای رو تماشا میکنم، صحنه‌ای رو تماشا میکنم میگن که ماهیا چو تلفن چپانه میخپه اینا خیلی کده صورت میگیره و گاو میزنه. مردک همین راست بخپی نمیشه اینا راست بخپو چی دیگه خیلی میخپه راست هم بخپو میشوه نه که دلشو جون یخی مردم اگه جا میدونه که این تلفن است این میکروفون ای این میکروفون اینجا برای آواز گلاس امیر یخی آدمو میفهمن یخی نمیفهمن اما با ایتنت با ما کامنتاری جواب داده بسم یا کارگار نه من خودم خوندم کامنتاری رو خوندم که میکروفون تو نساز ای تلفن تو طرف بیستم ما با چی با آخه اینی گوشه ناولی چینی کدوم همین وقتی او سرود خوندی کو گنجیش که چیم چخیره جون بوار که خیال کدوم جام خیلی زدت داول فقط امی مرا تنقید میکنه شما مردک جون یا بار نمیگه گپی کامنتاری گفتم کامنتاری رو خودم خوندم نوشتن که اول تلفن قپی را یاد بگیره آخه همه خواهش میکنیم که بفهمم مردم که همین تلفنمو داده است ما برای چی میگیریم برای چی که این رول میکروفون هم میبازد میکروفون هم میبازد خیلی بعد یک دو دو چی فهمیدم اوضاع برو باشید تمام موضوع پس تایزنه ای مردک جون نسترینیوم هم خوبه نسترینیوم خوبه برای ویدیو تماشا دووردم این باغ دما گپ ندارم این باغ نیکی خوشرو کردی نستن دل آبادی میگم که مردک جون برای همش مالیو هم خرساندم که بگو برای چی خشکرانه خدا در مدت 1.5 سال مردک جون خطا گرفتی صاحب ماشین فسان صاحب خونه و در ریمونتاژ کردی مردک جون 1000 بار شکرانه دیدی آخه وقتی هم کارخانه رو در اومدی در کاتبه با کافه با هم کاتبه قتی کم نه ما آخه احتیاط تکو دل شد وای همون صورت اخته کلون کده در درن کابینت موندگیم کو کاتبه میدره اول تر میبینه الان خیلی باید بفهمم زنا گمیه زنا گوش کدم اگه خیلی فهمیدم که نسرین سوزای یا قریب 800 سما قریب خوردی آخه این رستوران برای سوای بر بازار بر همه خورد قریب اگه گوش کن وقتی نسرین سوزای اوزی زنا جون این دیدن در دو جو کار کردیم در سه جو کار کردیم خیلی ما اوشم سوزای شگر ما اوشم سوزای انا ما قدرت دارم کی زنا جون یا زن دیگه را بخورونیم بپوشونیم همه خیلی قدرت دارم زنا خیلی کمی را گفتم چی مسئله میتی زنک یا زنی دیگه را میتونی که خرونی پشونی ایودش بروی چی ده نزنه گفت گفتم کو خیلی شکر شرایط سوزای حاضرش ده خیلی برو فهموده مردک جونی خودم ده گم ندارم اخی همین روز تا روز آدم میگن سومدور میشوه کو دلش کشود چیدن میگیره دل کشود مردک جون چیکار میکنی زنک تینجای خودت گفتی کو یا زنی دیگه را ایودش میبرم این نگاه بین میکنم او چم در زنگ میزنم بیا قطیمو زندگی کنه